كان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این برنامه در مورد توهین رادیو تلویزیون رسمی ایران یا صدا و سیمای رسمی ایران به ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحبت خواهیم کرد و این موضوع رو بررسی می‌کنیم که آیا این یک اشتباهی بوده که از یک شخصی سر زده در رادیو تلویزیون ایران، یا اینکه این عقده روانی است که متاسفانه روافض و شیعیان افراطی گرفتار اون هستند، یا یک باور دینی که اعتقاد اساسی این دین و این باور بر این است که باید به یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به هر کس که بیشترین خدمت رو به اسلام و به قرآن کریم و به دین اسلام و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به امت اسلامی انجام داده باشد، باید از طرف این جماعت مورد لعن و نفرین و تکفیر قرار بگیرند. دوستان عزیز، بعضیا متاسفانه تا هنوز هم از اهل سنت، از علما، از دعوتگران، از عموم اهل سنت فکر میکنن که گویا بعضی از اینها حالا میان لعن میکنن، نفرین میکنن، توهین میکنن و این عقیده عموم شیعیان نیست. بعضیا فریب خوردن، بعضیا خب یک سری وابستگی ها دارن. حتی بعضی از علما و دعوتگران اهل سنت هم، اونایی که مثلا در داخل ایران هستن، خب مجبورن، برای اونا عذر قائل هستیم. اونایی که در خارج از ایران مثلا در تاجیکستان و در افغانستان و جای دیگه هستن و از این نظام و از این باور و از این دین، از دین رافضه‌گری دفاع میکنن، حتما یک مصدر رزقی برایشان از طرف ایران و از طرف سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های اونها تعیین شده. خب نمیخوان که این رزق و روزیشان از طرف اونها قطع بشه. هر آخوند و ملای سنی رو دیدید که سر منبر یا در مجالس یا در سخنرانی‌هاش یا در مجالس خصوصی از ایران دفاع میکنه، از شیعه دفاع میکنه و برای اینها عذر قائل میشه، بدانید که حقوق بگیر و مزدور رژیم آخوندی ایران است. این که دیگه باید برای همه شما عزیزان ثابت شده باشه. اما اینکه آیا این توهین ها و اهانت ها ریشه در اعتقاد مذهبی اینا دارد یا یک بیماری روانی است که اینها گرفتارش هستند، در این مورد انشاءالله از مصادر اینها، از کتب اصلی اینها یک سری وثائقی است که انشاءالله در این برنامه خدمت شما عزیزان نشان خواهیم داد. و در طول تاریخ اسلام شما ببینید هر شخصیتی رو که به اسلام خدمت کرده باشه، اینها اون رو مورد هدف قرار دادن. نه تنها صحابه، بلکه تابعین، بلکه خلفا، بلکه امرا، پادشاهان، امپراتوری ها، هر کسی که به اسلام خدمت کرده باشه مورد طعن و لعن این جماعت قرار گرفته باشه. این یک واقعیت است. این یک حقیقتی است که یک مروری بکنید در تاریخ اسلام تا امروز شما این رو حتما خواهید دید. هدف اینا چی است؟
هدف اینها انتقام گرفتن از اسلام است، انتقام گرفتن از قرآن است، انتقام گرفتن از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چون اینا تظاهر به اسلام وقتی که میکنند، اصلا مؤسس این فرقه و این اعتقاد رافضه‌گری میدونید که شخصی است به نام عبدالله ابن سبع یهودی تظاهر به اسلام کرد. اول یهودی بود، بعد همون اعتقادی رو که در یهودیت داشت مبنی بر امامت بعد از موسی علیه السلام، امین رو به این دین منتقل کرد و قائل به امامت اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. بعد از اون اعلان براءت از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شیوه و راه و روش خودش قرار داد. خب یهود که میدونید از صدر اسلام تا امروز با اسلام و مسلمانان مشکل دارن، چون یهود به دست اسلام بساط اینها برچیده شد از جزیره العرب و این عقده های روانی و این کینه های درونی که در یهود وجود دارد دقیقاً به اینها منتقل شده است. حتی بعضی از عبادت های اینها، بعضی از باورهای اینها دقیقاً کاپی پست از دین یهودیت و نصرانیت یا مسیحیت تحریف شده است و از هر مناسبتی هم اینها استفاده میکنن به خاطر ضربه زدن به اسلام به وسیله هدف قرار دادن صحابه. چرا حالا صحابه رو هدف قرار میدن؟ چون که خب اگر قرآن رو هدف قرار بدن که چهرهشون آشکار میشه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مورد هدف قرار بدن، خب همه اینو میشناسن. میان چیکار میکنن؟ کسانی که قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما رساندن رو هدف قرار میدن. شما الان تصور بکنید ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و یعنی بزرگان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیده بن جراح، همه کسانی که خدمت کردن، فتوحات اسلامی رو انجام دادن، دین رو به ما رساندن، مورد لعن و نفرین اینها قرار گرفتن. هدف چی است؟ هدف این است که امت اسلامی رو نسبت به قرآن و سنت پیامبر چی کنن؟ دلسرد، بیمیل بکنن. برای امت اسلامی نسبت به قرآن و سنت شک ایجاد بکنن. الان شما تصور کنید مصحفی رو که شما دارید میخوانید به نام مصحف عثمانی معروف است. چرا بهش میگن مصحف عثمانی؟ چون این مصحف رو در زمان سیدنا عثمان همین به این شکلی که امروز میبینید جمع‌آوری شد، ترتیب شد، نوشته شد. اولین بار مصحف به این شکل نوشته شد و در سراسر کشورهای اسلامی که تا اون موقع فتح شده بود، تا ایران و افغانستان و سراسر شمال آفریقا و اینجا، این مصحف توزیع شد. به خاطر همین بهش میگن مصحف عثمانی. حالا برید شما مثلا در دین اینها ببینید که نسبت به عثمان رضی الله تعالی عنه چه اعتقاد دارن. بدترین و زشتترین و رکیکترین اهانت‌ها و توهین‌ها رو به سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه انجام میدن. الان وقتی که شما بخواید یعنی کتاب‌های اینا رو مطالعه بکنید، حرفای اینا رو قبول بکنید یا متاثر بشید از باورهای باطل اینها، آیا نسبت به این قرآن اعتماد در وجود شما باقی میماند؟ آیا شک و شبهه ایجاد نمیشه در درونتون که خب مادامی که این قرآن رو همچین اشخاصی که این صفات‌ها رو دارن برای ما رسانده باشن، این واقعا این صحیح و سالم به دست ما رسیده؟ به خاطر همین است که عموم شیعیان، یعنی مذهب شیعه، من نمیگم عامه شیعه، شاید الان یکی بیاد زنگ بزنه و بگه ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، ما اصلا قبول نداریم. اوکی، تو قبول نداری پس تو سنی هستی، شیعه نیستی. چون وقتی تو شیعه باشی باید اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشی. این جزء اصول مذهب شیعه است. چون بزرگان اینها، علمای اینها، کتب اینو میگه که قرآن تحریف شده. قرآن 17,000 آیه بوده. صحابه اومدن این قرآن رو تحریف کردن، به 6,000 خورده آیه تقلیل دادن. شما باید اینو قبول بکنی. وقتی شیعه هستی باید اینو قبول بکنی. اینو قبول نکنی شیعه نیستی. پس وقتی که در مورد صحابه شک و شبهه ایجاد کردن، قرآن یعنی به شکل اتوماتیک مورد شک و شبهه قرار میگیره. بعد از میریم سر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو کی برای ما نقل کرده؟ همین صحابه نقل کردن. در مورد صحابه هم شما رو به شک و شبهه میندازن. اینا منافق بودن، اینا این بودن، اینا این بودن، فلان بودن، این بود. خب وقتی در مورد اینها شما به شک و شبهه افتادید، آیا به سنت پیامبر اعتماد میکنید؟ هدف اینها صحابه نیست. صحابه یک وسیله است برای زدن قرآن و سنت. صحابه یک وسیله است برای از بین بردن اسلام. و در طول تاریخ
من بارها این رو ذکر کردم، در طول تاریخ هر موقعی که شما ببینید که مسلمانان و کفار وارد جنگ شدن، وارد درگیری شدن یا کفار به سرزمین‌های اسلامی حمله کردن، شما یک رافضی رو پیدا نمی‌کنید که در کنار مسلمان‌ها ایستاده باشه. همیشه با کفار همکار بودن، همیشه با دشمنان همکار بودن، همیشه بر علیه مسلمان‌ها با اونها همدست شدن، چه آشکار چه پنهانی. هرگاه حکومت به دست اینها رسیده، پنهانی با دشمنان اسلام برای مسلمانان اینا اتفاق کردن، همکاری کردن، در از بین بردن اسلام کمک کردن به دشمنان اسلام. در طول تاریخ شما یک منطقه‌ای رو نمی‌بینید که یک دهی رو رافضی‌ها رفته باشن از دست کفار فتح کرده باشن، یک سرزمین اسلامی که اشغال شده باشه اینا رفته باشن در اونجا جهاد کرده باشن. هرگز در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید. فاطمیون و آل بویه و صفویون و حکومت فعلی ایران و هر موقع اینا که با قدرت رسیدن به اسلام ضربه زدن، به مسلمان‌ها ضربه زدن، در کنار کفار ایستادن. حتی به خاطر منافع دولت‌هایی که تشکیل دادن، شیعیان رو هم قربانی کردن، حزب الله رو قربان کردن، بشار اسد رو قربان کردن، حوثی‌ها رو قربان کردن. الان هم دارن با کفار سر یک میز مذاکره می‌نشینن. براشون مهم نیست. مهم این است که اون قدرت و اون پول و منصب و اون متاع دنیا برایشون بمونه. حتی شیعه هم قربان میکنن. عموم شیعه رو دائما فروختن اینها. اهل سنت که در قدم اولا فروخته شده توسط، در طول تاریخ این کار اینها انجام دادن. الان حالا یکیش مثلا اینجا بیاد مینویسه درود بر شاه اسماعیل صفوی. خب بدبخت بیچاره، ببینید وقتی که شما برید دوره صفویت رو ببینید، قبل از صفویت رو شما ببینید در ایران، در اونجا ببینید که ادبیات و نمیدونم علم و فرهنگ و هنر و همه چیز به اوجش رسیده. وقتی که این طایفه میان بر ایران حاکم میشن، به نام دین، به نام مذهب بر ایران حاکم میشن، ببینید که چه بدبختی و چه دربدری تا امروز بر سر ملت ایران آمده. همه امت اسلامی با اینها دشمنن. همه امت اسلامی با هیچ کشوری از کشورهای اسلامی اینا روابط خوب ندارن. با کیا روابط خوب دارن؟ با کشورهای آمریکای جنوبی، با کشورهای آفریقای جنوبی یا آفریقای مرکزی. الان خدمت شما عزیزان کلیپ توهین این طول سگ رافضی رو پخش میکنیم. بهش میگیم طول سگ رافضی. چرا؟ چون که این سگها رو خانواده اینها، آخوندهای اینها، معلمان اینها، نظام اینها، حکومت اینها تربیت کردن و این تربیت آخوندی است. این تربیت اینهاست. با همین کلیپ رو ببینیم. با ببینید که این، من بارها گفتم در تلویزیون رسمی اونم در یک برنامه ضبط شده، یعنی برنامه زنده است، اما این بخش از برنامه که حالا در اون توهین صورت گرفته، این بخش ضبط شده است. به این معناست که از چندین فیلتر گذشته. به این معناست که همه این نظام و همه آخوندهای اینها و همه دستاندرکاران نظام رسانه‌ای اینها، همه اینها با این اعتقاد بزرگ شدن، قبولش دارن. امروز که میان مثلا 8 نفر رو دستگیر کردن و 8 نفر رو برکنار کردن، از این درامه‌ها، از این تئاترها زیاد بازی کردن در این 40-45 سال. طرف رو میگیرن به خاطر ساکت کردن مردم، از یک جا برطرفش میکنن، میبرن در یک منصب دیگه با 2، 3، 4 رتبه بالاتر در جای دیگه تعیین میکنن، بهش جایزه میدن. یعنی طرف مثلا اگر مسئول پخش بود در صدا و سیما، میبرنش رئیس فلان بخش در فلان وزارتخانه تعیینش میکنن، جایزه میدن بهش. باور کنید این در طول تاریخ این نظام همیشه اینطوری بوده. و این منشأ این فکر، این 7 نفر و 8 نفر و صدا و سیما و این شخص و این طول سگ نیست. مصدر این فکر حوزه‌های علمی است. مصدر این فکر آیات اعظام و اوجج و اسلام است که خدا لعنتشون بکنه اینها رو. اصل سبب بدبختی امت اسلامی اینها هستن. سبب این کینه و عداوت و تفرقه اینها هستن. بعد اینا میان هفته وحدت درست میکنن، میگن وحدت بین شیعه و سنی. کدام وحدت؟ وحدتی که تو صدا سیما دست تو است، بیش از 128 کانال داخلی و خارجی دست تو است، کانال های استانی دست شماست،
24 ساعت برنامه رو شما به کدام عالم سنی شما اجازه دادید که در صدا سیما در این 45 سال بیاد اعتقادات اهل سنت رو بیان بکنه؟ به این جمعیتی که بیش از 25-30 میلیون ایران اهل سنت هستن، یک روز به مدت 1 ساعت یک عالم سنی رو اجازه دادید در یکی از شبکه‌های استانی که اکثریتش هم اهل سنت باشن در اونجا بیان برنامه بگذارن اعتقادات اهل سنت رو بیان بکنن؟ هرگز این کارو نکردن که هیچ، بلکه در مناسبت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف میان چیکار میکنن؟ به اعتقادات اهل سنت توهین میکنن. این کلیپ رو با هم ببینیم. از زندگیشون حتی از فرزند پروریشون چی میخوام؟ بسیار عالی. این که میدونیم از زندگی چی میخوایم به خودمون یاد کنیم و به این بخش از سیمای خانواده و برگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خوب هستی؟ خیلی خوشحالم. ای ابابک ای لعین حق باز، میکنم لعنت به تو در هر نماز. اگه به خودتون نگاه کنید، خودتون رو چطور توصیف میکنید؟ من خودمو یه آدمی که دنبال مسئله علمی که تو ذهنش باشه کنجکاو و دیدید بینندگان عزیز؟ خدا که بخواد کسی رو رسوا بکنه اینطوری. در این وقت حساس که امت اسلامی با چه مصیبت‌هایی گرفتار هستند و بیشتر سبب این مصیبت‌ها همین نظام و همین حکومت و دست نشانده‌های اینها هستند، میان در تلویزیون رسمی کشور در کانال 1 همچین یک برنامه‌ای رو پخش میکنن. خدا که بخواد اینا رو رسوا بکنه. حالا مثلا این میگن چی بوده؟ این پشت صحنه بوده، اشتباهی این فیلمش رفته قاطی برنامه شده. یعنی چی؟ یعنی نفاق. یعنی اینا همشون منافقن. در ظاهر یک چیزی میگن، در باطن دیگه اعتقاد دارن. یکی از مراسم‌های اینها رو ببینید. یکی از مراسم‌های مذهبی اینها رو ببینید که در اونجا چی میگن. عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابوبکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابوبکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابوبکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابوبکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابوبکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم عمر 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 لعن الله عمر ثم ابوبکر عمر. یعنی دوستان عزیز، این در ملأ عام در یک مجلس بزرگ عزاداریشون هست و این گونه لعن و نفرین به خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم. بعدش شاید بگن خب مقام معظم رهبری کشف الله سره با این چیزا موافق نیستن. حالا اینا یک عده انسان‌هایی هستن که همینطور میان و این اعمال رو انجام میدن، اینا شیعه افراطی هستن فلان هستن. مقام معظم رهبری دائما گفتن که باید وحدت باشه و شیعه و سنی برادرن و فلانن اینن. بریم که ببینیم در حضور مقام معظم رهبریشون چی گفته میشه. دوستان این رو نشون بدن. سلام علیکم. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. علی مرد جوان مرد، علی در همه مولا، علی یک چمن احسان، علی صد چمن احسان. ماشاءالله. علی قبله روزد، چه گویم که علی کی؟ علی روح نمازد. طلا آنگه طلای ناب گردد که در ظلم ولایت آب
گردد. نماز بی ولایت بی نمازی تحبط نیست، نوعی حقبازی. خوب گوش کنید دوستان عزیز، تکفیر همه صحابه و اهل سنت در حضور خامنه‌ای، وضوی بی ولایت آب بازی است، تعبد نیست، نوعی حق بازی است. این رو در حضور خامنه‌ای میگه و ماشاءالله ماشاءالله بارک الله. این همین هستن که بزرگ میشن مثل این طول سگ بعد میان به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنن. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولای او عبادتی بی وضو. تشکر میکنم دوستان. اینم کودکان معصومی رو که با این وضعیت اینها رو بزرگ میکنن، بعد که بزرگ شد میره در رادیو تلویزیون رسمی این گونه توهین میکنه به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینم یکی از آخونداشون دوستان عزیز، ببینید. نفسگیره جلو مردم وقتی گفت علی شاهده که من ارث بردم، ابوبکر رو منبر به مردم گفت، به روبا گفتن شاهده که گفت دوممه. جاهلیت رو ببینید، کفر رو ببینید. اگه مردین ما رو پشت تلویزیون کلمه و وصالتونم دعوت بکنید رو در رو حرف بزنید. پس فطرتا نامردا بی انصافا کافران سقیفه‌ای چرا تنها حرف میزنید؟ چرا همه حرفاتون تهمته؟ دعوت کنین ما رو، کتابای خودتون رو بیاریم وا بکنیم برای مردم دنیا بخونیم. چرا راه نمیدین ما رو؟ چون دین نداریم، چون مردانگی ندارید، چون شرف ندارین. ارباباتون هم همین جور بودن. این نمونه ارباب اولتون. شما که مش نوچه نجستی. حالا سامری چیه که استفراغش باشه که شماهایی؟ بیش از 128 کانال دارن، 45 ساله که 24 ساعت به زبانهای مختلف، اردو، انگلیسی، فرانسی، عربی، به زبانهای مختلف بر علیه اسلام و مسلمان ها دارن تبلیغات میکنن، شبه پراکنی میکنن، لعن میکنن، نفرین میکنن، توهین میکنن. بعد میان چی میگن؟ ما هم در کانالاتون را بدید. شما انقدر مردانگی دارید که شما بیاید ما همیشه این مردانگی رو صدا و سیمای ایران داشته باشه که یک تلفن برنامه زنده همینطور مثل که ما میگذاریم اینجا شماره واتساپ، شماره تلفن مستقیم رو اعلان میکنیم، یک برنامه اینطوری بگذارید شما ببینید که همین شیعیان چقدر به شما لعن و نفرین میکنن. اهل سنت رو که بگذارید. جرأتشو دارید؟ جرأتشو دارید که یکی از شماها زنگ بزنید به یکی از برنامه‌های اهل سنت، بیاید با ما بحث بکنید، گفتگو بکنید، مناظره بکنید؟ بیش از 15 ساله که شبکه‌های اهل سنت میگه. یک باور کنید یک برادری از اهل سنت، از برادران کرد، حدود شاید 3 ماه 4 ماه پیش
به من تماس گرفت، گفت که استاد من میخوام یک مناظره ترتیب بدم با آخونده، شما بیاید با اونا مناظره بکنید. گفتم نمیان. گفت نه من میارمشون، من خیلی آخونده باشون ارتباط دارم، خلاصه میارمشون. گفتم باشه شما سعی تلاش تو بکن. نمیان. ما یعنی از 15 سال به این طرف داریم داد میزنیم که این برنامه زنده بیاید گفتگو میکنیم، اما نمیان. گفت نه من میارمشون. الان حدود 4 ماه بیشتر شده، بر آخوندی که پیام‌های صوتی که از آخوندا هست برای من فرستاده هست میشم، بر آخوندی که میگه که میخوام با فلانی گفتگو داشته باشه، میگه نه من با اون مناظره با اون گفتگو نمیکنم. اما خودشون در کانال هاشون 24 ساعت هر دروغی شبهه برای قزوینی رو ما با یک دروغش نابودش کردیم که گفته بود که امام ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب بخاری رو تضعیف کرده. با یک دروغش نابودش کردیم. آخر حکومت ایران، سازمان تبلیغات اسلامی مجبور شد که کانال ولایت از دستش بگیره، چون آبرو و عزت براشون نگذاشته بود، آبرو و عزتی که نداشتن اصلا. و یا میگه شما رو در کانالتون بگذاری. کافران سقیفه‌ای. ارباب اولیتون یعنی کی؟ یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. بعد یک دروغی هم میگه که ابوبکر سر منبر گفت که نمیدونم شاهدت کیه، گفت دومم. بعد این یک مشت گوسفند نشستن اونجا. اینا هستن که کینه و عداوت و بغض رو در بین مسلمان ها پرورش میدن. بر صورت از این کلیپ ها زیاد داریم. باور کنید اگر من بخوام 2 ساعت برنامه آن رو که فقط لعن و نفرین های مقام های به اصطلاح دینی بزرگ اینها، آیات الله های اینها از بهجت گرفته تا این انصاری ها، هم اینا رو پخش بکنم، شاید روزها و ساعتها پخش بکنیم تمام نمیشه. هر روز این کارشون هست. هنوزم شاید دی بگن که آقا این حرفای اینها شاید حرفای بعضیا باشه، حرفای آخوندا باشه، حرفای بعضی آدمای افراطی باشه، اینا کاری نیستن، نمیدونم اوضاع علمیه و مراجع اعزام و نمیدونم مقام معظم رهبری و اینا گفتن که نه شیعه و سنی برادرن و فلانن. الان وقتی شما بخواید هر دینی هر مذهبی رو بخواید بررسی بکنید، میرید به سراغ چی؟ به سراغ مصادرشون. مثلا بخواید مسیحیت رو مطالعه بکنید میرید به سراغ انجیل، بخواید یهودیت رو مطالعه بکنید میرید به سراغ تورات، کسی بخواد اسلام رو مطالعه بکنه میره به سراغ قرآن و سنت. هر دینی هر مذهبی میخواید اعتقادات کمونیسم رو مثلا بررسی بکنید، میرید به سراغ کسایی که این مفکوره رو این نظریه رو به اصطلاح نوشتن در کتاب‌ها، در این مصادر فکری یک ایدئولوژی رو میرید بررسی میکنید تا با اون آشنا بشید. بیایید واقعا ببینیم که آیا مصادر اصلی اینها، کتب اصلی اینها که همین اعتقادات امامت و ولایت و عصمت و اینها از اونجا نشأت گرفته، سرچشمه گرفته، نظرشون در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ بعد ببینیم که آیا واقعا اینها راست میگن؟ آیا در ادعای وحدتشون بین امت اسلامی اینا صادق هستن؟ یا نه این کار همین 4-5 نفری که میگن اینا هستن که این حرفا رو میزنن، ما شیعیان که این مشکلات رو نداریم. بیاید میریم سراغ مصادر اصلی اینها. اول اینکه یک کلیپی رو پخش میکنم، یک شیعی پاسخ داده. واقعا چون بعضی از دوستان یعنی میگن که شما میگید که ما با همه شیعیان مشکل نداریم. بله، من هنوزم اعتقادم همین است که ما با همه شیعیان مشکل نداریم، چون خیلی از شیعیان هستن که با این لعن، با این نفرین، با این دروغ‌ها، با این تهمت‌ها مخالفن و این بیچاره‌ها از مصادر و از اصول دینشان خبر ندارن، از کتاب‌هاشون خبر ندارن. اگر خبر بشن باور بکنید که این دین رو رها میکنن، میان به دین اسلام و به دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به اسلام باقی میپیوندن. منتها خبر ندارن، از مصادرشون خبر ندارن. دلاشون پاک است، واقعا به صحابه احترام دارن، به اهل بیت احترام دارن، محبت دارن. اما متاسفانه امروز نمایندگی از همه شیعیان جهان این یک مشت طول سگ هایی که امروز
در حوزه ها و در مدارس و در اینجا حاکم هستند و سخنگوی شیعه هستند. اینها میان نمایندگی میکنن از عموم شیعیان. این کلیپ رو با هم ببینیم. سلام علیکم، خوب هستید؟ خیلی خوشحالم. ای عبابک ای لعین حق باز، میکنم لعنت به تو در هر نماز. ما شیعه ها ادعا میکنیم مذهبمون مذهب جعفریه و رئیس مذهبمون هم امام جعفر صادقه. میخوام براتون یه نکته رو اینجا بخونم. مادر امام جعفر صادق ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابوبکره. نکته جالبش اینجاست که مادر ام فروه اسما دختر عبدالرحمن ابن ابوبکره، یعنی ام فروه از دو جهت نتیجه ابوبکره و ابوبکر جد مادری امام صادقه. این لومپنی که در تصویر دیدین نه تنها به اهل سنت توهین کرد، بلکه به ما شیعه هم توهین کرد. مستقیما به جد مادری امام جعفر صادق داره توهین میکنه. این که تلویزیون انقدر طویله شده که هر الاغی میاد توش ار میکنه، اینو دیگه همه میدونن دیگه، این به همه ثابت شده است. ولی نکته مهم این هستش که شما تاریخو بدونین. وقتی تاریخو بدونین دیگه اسیر حرفای یه همچین آدمای متحجر معلوم الحالی هم نمیشی. این مطلبی که براتون خوندم از کتاب منتهی الآمار نوشته شیخ عباس قمیه، همون کسی که مفاتیح رو نوشته. آقای شیعه میگه دقیقا حرف درستی است. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جد مادری کی است؟ امام جعفر صادق که اینها میگن رئیس مذهب است. بیایید این رو من خدمت شما عزیزان از اینجا نشون بدم. دوستان از این تصویر رو نشون بدن. امام جعفر صادق در یک روایتی میگه که ولدنی ابوبکر صدیق مرتین، ابوبکر صدیق مرا 2 بار به این دنیا آورده، یعنی من از 2 جهت فرزند ابوبکر صدیق هستم. این جدول رو ببینید ما به این شکل آماده کرده بودیم که در یک کتابی هم به نام روابط خویشاوندی بین صحابه و اهل بیت هست. این رو میتونید ببینید. ابوبکر صدیق فرزنداش محمد و عبدالرحمن، از محمد قاسم و از عبدالرحمن اسما. قاسم و اسما فرزندی داشتن به نام چی؟ ام فروه. علی ابن ابی طالب فرزندش حسین، همه میشناسیم. فرزندش علی زین العابدین، امام سجاد، همه میشناسیم. فرزندش امام باقر، همه میشناسیم. محمد باقر میره با کی ازدواج میکنه؟ با ام فروه. به اصطلاح نتیجه کی؟ ابوبکر صدیق. یک نکته رو اینجا خدمتون بیان بکنم و این یک تحدی که 100 سالم بگردن نمیتونن پیدا بکنن. از امام اول تا امام 11، امام 12 ما بهش اعتقاد نداریم، میگیم به دنیا نیامده. از امام اول تا امام 11 شیعیان یکیشون رو پیدا بکنید که با دختر یکی از شیعیان ازدواج کرده باشه. باورتون میشه که نکرده. به طور مثال زراره است، نمیدونم ابو بصیر است، راویان همینایی که اینا به عنوان محمد ابن مسلمه هست، نمیدونم جابر جوفی است، بزرگان به اصطلاح راویان احادیث اهل بیت، بلکه دروغگویانی که به اهل بیت دروغ بستن و امروز در کتب شیعه به عنوان احادیث اهل بیت که میگن، اینها دروغهایی است که همین منافقین و دروغگویان به امام جعفر صادق و به امام محمد باقر و به علی و به حسن و به حسین و به سجاد و به اینها نسبت دادن. یکی از امامان شیعه رو پیدا نمی کنید که از امام اول تا امام 11 که رفته باشه با دختر یکی از شیعیان ازدواج کرده باشه. همشون
با کی ازدواج کردن؟ با دختران صحابه ازدواج کردن. همین صحابه‌ای که شیعیان میرن اونها رو لعن میکنن، نفرین میکنن. چرا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفتن با دختران شیعیان خودشون ازدواج نکردن؟ دلیلش چی است؟ به طور مثال من یک نمونه رو خدمت شما نشون بدم. دوستان این صفحه رو نشون بدن. مثلا بنی امیه، خاندان عثمان، عبدمناف، عبدالشمس، امیه، ابوالعاص، عفان، عثمان، هاشم، عبدالمطلب، ابو طالب، عبدالله، محمد صلی الله علیه وسلم، علی، جعفر، عبدالله، حسین، رقیه، ام کلثوم. اینا شما ببینید این شجره انساب این هاست. اسحاق پسر عبدالله، پسر علی، پسر حسین، با عایشه دختر عمر، دختر عاصم، دختر عمر، دختر عثمان ازدواج کرده. این علامات رو میبینید. همه اینها ازدواج هایی است که بین اینها صورت گرفته و اینا همش از مصادر شیعه است. یعنی بنی امیه که اینها لعن میکنن پسرعموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. تشکر میکنم دوستان عزیز. و همینطور یعنی با آل ابوبکر، آل عمر، با آل عثمان، با آل طلحه، با آل زبیر، با بنی امیه عموما میبینیم که اهل بیت همیشه یا دختر دادن یا دختر گرفتن. به اهل سنت، به صحابه هم دختر دادن هم دختر گرفتن. روابط ازدواجی که صورت گرفته بین اهل بیت و بین صحابه یک نمونه شما بین اهل بیت و بین شیعیان وجود نداره. کل تاریخشون رو هم بگردن همچین رابطی وجود نداره. خب الان میریم رو توهین‌ها و اهانت‌هایی که اینها در مصادر اصلیشون و در کتبشون بر علیه اهل سنت و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. یکی از کتاب‌های معتبر و بزرگ اینها در باب حدیث کتاب بهارالانوار است. مجلسی صاحب بهارالانوار یکی از رجالیون و محدثین شیعه است که بعداً اومده مرآت العقول، کتابی است که احادیث کافی رو تصحیح و تضعیف کرده. یعنی ملا باقر مجلسی اینها یک شخص عادی نیست. باقر مجلسی نه این بود امروز چیزی به اسم مذهب شیعه هم وجود نداشت. کتاب بهارالانوارش 110 جلد است. دوستان عزیز، این شخص مجلسی کتاب داره به نام بهارالانوار. دوستان عزیز اگر این صفحه کتاب رو نشون بدن، کتاب بهارالانوار این جلد 30 و 31 کتابش هست یا 29 و 30 کتابش هست. این هم صفحه بعدش خودشون هم چاپ کردن، ما چاپ نکردیم. در این کتاب در نسخه‌های قدیم در جلد 30 یک بابی داره، باب 30، باب 20، نقطه 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 ثلاثه نقطه 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 و فضای احمال و قبای آثار و فضل تبر منهم نقطه نقطه. چرا اینجا نقطه نقطه گذاشته میدونید؟
چون بزرگترین باب 20 کتاب کافی، بزرگترین باب کتاب کتاب بهارالانوار بزرگترین باب است که بیشترین روایت ها رو در این باب شما میتونید پیدا بکنید. این کتاب بعد از اینکه این آخوندا سر قدرت رسیدن چاپ شده، نقطه نقطه گذاشتن اینجا، حذف کردن کلمات رو. چرا حذف کردن؟ به خاطر فریب دادن اهل سنت، به خاطر فریب دادن شیعیان که بگن نه ما هفته وحدت داریم، ما با صحابه توهین نمی کنیم. غلط میکنن که به صحابه توهین میکنه. در این اصل نمیشه چیزی رو پنهان کرد. ما رفتیم یک نسخه چاپ قبل از انقلاب رو پیدا کردیم که ببینیم در اونجا چی گفته. نسخه اصلی رو پیدا کردیم. دوستان عزیز نشون بدن. این بهارالانوار نسخه چاپ سنگی میگن عادتاً بهش، قبل از انقلاب چاپ شده. باقر مجلسی. بله این کتاب است. این نسخه PDF است که ما خدمت شما عزیزان در اینجا نشون میدیم. خب تشکر میکنم دوستان عزیز. الان من عکس همون باب 20 رو خدمت شما اینجا گرفتم. باب 20 اونجا نوشته بود که نقطه نقطه ثلاثه نقطه نقطه فضای اعمال و قبای آسان و فضل تبر منهم و لعنهم. لعنهم نبود، نقطه نقطه بود. برگردیم به همون عکس دوستان ببینید. نقطه 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 اینجا در چاپ اصلی کفر اومده. کفر، نفاق و لعن. اون موقع دیگه تقیه نبوده. اون موقع دیگه مردم هم خبر نداشتن، تلویزیون هم نبوده. بزرگترین باب کتاب بهارالانوار در مورد اثبات کفر و نفاق و لعن ابوبکر و عمر و عثمان هست. بزرگترین باب کتاب بهارالانوار. تشکر میکنم دوستان عزیز. اینم PDFش. هر کسی هم دوست داره بره یک سرچی بکنه، این کتاب رو میتونه پیدا بکنه و اینها رو در اونجا ببینه. این کتابشون هست. تشکر میکنم دوستان عزیز. ما چیکار کردیم؟ رفتیم کل صفحات این کتاب رو دقیق اسکن کردیم. مثلا اینجا دوستان عزیز میتونن ببینن دقیقاً همه صفحات این کتاب رو اسکن کردیم. تشکر میکنم دوستان عزیز. من فقط چون وقت برنامه گرفته نشه در صفحه 344 نسخه تحریف شده در اینجا ببینید. صفحه 344 جلد 30 کتاب بهارالانوار روایت 173 الاخبار الداله علی نقطه 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 ابی بکر و عمر و ثواب نقطه نقطه. چرا نقطه نقطه گذاشتن اینجا؟ چی بوده اینجا که اینو تحریف کردن؟ چرا این رو اینجا نقطه چین گذاشتن اینجا؟ بله دوستان همین صفحه رو نشون بدید، هیچ مشکلی هم ما یک لحظه من این قسمتش رو ببندم. ببینید صفحه ما چیکار کردیم؟ اینو اسکن کردیم. اما این نسخه‌ای که نشون دادم که نقطه نقطه بود اینجاست و این نسخه اصل است. در نسخه اصل که وقتی میرید در همین روایت 173 اونجا هم 173 بود. در اینجا چی میگه؟ اخبار دال علی کفر ابی بکر و عمر و اضرابهما و ثواب لعنهم و براءت منهم.
کفر نقطه نقطه، ابوبکر و عمر نقطه نقطه، ثواب لعنشون هم نقطه نقطه در اونجا. و ما یتضمن بدعهم اکثر من ان یذکر فی هذا المجلد. میگه اینا کفرشون و ثواب براءت از اونها و ثواب لعنشون اینقدر زیاد است که در یک جلد جا نمیشه. او فی مجلدات، اگر چندین جلد دیگه هم نوشته بشه جا نمیشه. میبینید دوستان عزیز، این هست مذهب حق بازی اینها. تشکر میکنم دوستان عزیز. مثلا شما ببینید در اینجا اینا همیشه در دعاشون میگن فلان و فلان، فلان و فلان، اولی و دومی، فلان و فلان. بعد که بودی اینا کی هستن؟ نه میگه اینا منظورمون شمر است و نمیدونم عمر سعد است و نمیدونم کسانی که امام حسین رو کشتن. ببینید که در اینجا مثلا این نسخه تحریف شده است، در صفحه 295 کتاب فتن و المحن روایت 139 ان المراد به فلان نقطه نقطه، اینجا نقطه نقطه، و کان فلان شیطانا و المراد به فلان نقطه نقطه. میبینید اینجا نقطه نقطه گذاشته. روایت 139. تشکر میکنم دوستان عزیز. میریم رو نسخه اصلی. که منظور از فلان و فلان چی بوده. همون روایت 139 ان المراد به فلان عمر و عمر، المراد به فلان ابابکر. وقتی که فلان و فلان میگن منظور کی است؟ عمر و ابابکر. این نسخه اصلی است در کتاب فتن و المحن جلد 30 روایت 139 و در نسخه جدیدی که در زمان جمهوری اسلامی چاپ کردن اینجا رو نقطه چین گذاشتن تا کسی متوجه نشه که هدف چی است. این خباثت این هست. تشکر میکنم دوستان عزیز. و مثل همین در کتاب هاشون مثلا بعضی اوقات میگن که اول ظالم و نمیدونم فلان، منظور ما ابوبکر و عمر نیست. دوستان در اینجا ببینید میگه که از علی ابن حسین امام سجاد میگه در بین مکه و مدینه از او پرسیده شد در مورد ابوبکر و عمر ما تقول؟ قال ما عسى ان اقول فيما لا رحمهم الله، خدا به اونها رحم نکنه، ولا غفر لهما، و خداوند اونها رو مغفرت نکنه. در روایت دیگه میگه که با علی ابن الحسین میگه كنت معه في بعض خلوات ان علیک الا تخبرین عن هذا الرجل. میگه که راوی میگه که من به علی ابن الحسین امام سجاد گفتم من به گردن تو حقی دارم، به خاطر اون حقی که بر گردن تو دارم به من گزارش بده، خبر بده که در مورد ابوبکر و عمر نظر چی است. فقال کافران، هر دو تاشون کافرن. کافرون من احبهما، کافر است کسی که اونها رو دوست داشته باشه. و در اینجا روایتی از حضرت ابوجعفر ابیبکر و عمر قال هما اول من، در مورد ابوبکر و عمر پشتم گفت که اونها اولین کسی بودن که صفحه بعد ظلم حقنا و حمل الناس علی رقابنا. اینا هر دو تا اینا ابوبکر و عمر اولین کسایی بودن که به ما ظلم کردن. پس هر وقتی که اینا گفتن که اول ظالم و ثانی و ثالث، منظورشون ابوبکر و عمر و عثمان هست. نه دروغ نگن، فریبتون ندن اهل سنت. هما اول من ظلمنا حقنا، اون دو نفر اولین کسی بودن که بر حق ما ظلم کردن. و حمل الناس علی رقابنا، مردم رو بر گردن ما سوار کردن. و اخذ من فاطمه عطیه رسول الله، از فاطمه فدک رو گرفتن. پس ظالم اول و دوم کی هستن؟ او
دعایی دارن به نام صنمه القریش که پر از لعن صحابه است. بعد اونام در اونجا میگن که اول ظالم و ثانی ظالم ابوبکر و عمر نیستن، در حالی که روایت خودشون در این کتاب هست. میگه که سألت ابا جعفر عن ابوبکر و عمر فقال ما تريد من صنم القریش، از این دو تا بت قریش چی میخوایی؟ دعای صنم القریش دعایی است که اینها همیشه میخوانن و در اون لعن صحابه است. صنم القریش کی است؟ میگه نه منظور ما صنم القریش اینا نیستن، منظورمون نمیدونم عتبه و شیبه و ربیعه و شمر و فلان، یا نه، منظور ابوبکر و عمر است. پس این دین در اصلش در مصادرش با صحابه با یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشکل داره. و تا جایی که بخواهید کتاب‌های اینها پر است از این گونه روایات. و همه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اینها کافر میدونن. یعنی میگن همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم چی شدن؟ کافر شدن. یکی از نمونه های از توهین ها و اهانت های اینها رو من خدمت شما در اینجا نشون بدم. مثلا این کتاب ها نسخه های قدیمی است که در همه اونها اسم حفصه و عایشه و عثمان و ابابکر و عمر و اینها در نسخه های دستنویسشون وجود داره. تشکر میکنم دوستان عزیز. من یک صفحه اینجا دوستان عزیز اگر این رو نشون بدید، تک تک صحابه رو ببینید. سعد بن ابی وقاص، ابو العاص، ابن زبیر، ابن عمر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو موسی اشعری، ابو عبیده بن جراح، ابو هریره، ابو سفیان، اسماء بنت ابوبکر، اسید بن حضیر، انس بن مالک ابن مسعود، براء ابن عازب، بلال ابن رباح، بنی امیه و بنی عباس عموما، حسان ابن ثابت، خالد ابن ولید، زید ابن حارث، زید ابن ارقم، همه اینها رو تکفیر و لعنشون رو در کتاب‌های اینها من اسکن کردم و در اینجا داریم، همشون رو. یعنی شما هیچ کس از صحابه رو نمیبینید که اونها رو تکفیر نکرده باشن و به اونها لعن نفرستاده باشن، چون که این جزء دین و مذهب اینهاست که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن و نفرین بفرستن. مثلا شما ببینید در اینجا کتاب الانوار النعمانیه سید نعمت الله جزایری در اونجا چی میگه؟ فإن اغلب الصحابه كانوا على النفاق، بیشتر صحابه منافق بودن، لكن كانت نار نفاقهم كامنه في دمنی، این آتش نفاق رو پنهان کرده بودن. فلما انتقل الى جوار ربی، بعد از که پیامبر فوت کرد، برزت نار نفاقهم لباسیه و رجعوا قهقری، بعد از اینکه پیامبر فوت کرد این آتش نفاقشون آشکار شد و برگشتن و چی شدن؟ مرتد شدن. بلذا قال ارتد الناس كلهم بعد النبی، میگه همه مردم بعد از پیامبر مرتد شدن، الا اربعه، مگر 4 نفر، سلمان، ابوذر و مقداد و عمار. 4 نفر فقط از صحابه مسلمان ماندن، اونم کیان؟ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. و هذا مما لا اشکال فیه، و این روایت و این حرف چیزی است که هیچ اشکالی در او دیده نمی شود. شما تصور بکنید. این از اعتقاد اینها در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و مثل این روایت ها فراوان در کتاب های اینها شما میتونید پیدا بکنید. این کتاب از مختصر المحجة البیضاء، در اینجا میگه که
فيما اشاره الى ارتداد اکثر هذه الامه بعد نبیه، میگه که اینجا در این بخش حالا میگه چی میگه، ثابت میکنه مرتد شدن اکثر امت رو بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم در صفحه 415. تشکر میکنم دوستان عزیز. و مثل این روایت ها در اینجا مثلا ببینید در تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی یکی از تفاسیر معتبر اینها در صفحه 223 در روایت 148 کان الناس اهل الرد بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا ثلاث، بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم مرتد شدن مگر 3 نفر. فقلت من الثلاثه، روایت هم به امام محمد باقر نسبت میدن به ابی جعفر، قال المقداد و ابو ذر و سلمان الفارسی. روایت 149 ارفاق کرده، 1 نفر اضافه کرده. اینم از امام محمد باقر روایت میکنه صار الناس كلهم اهل الجاهلیه، مردم همه برگشتن به زمان جاهلیت الا 4 مگر 4 نفر، علی و مقداد و سلمان و ابو ذر. فقلت عمار فقال إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء 3. حتی عمار بیچاره میگه عمار اول با علی بود، مؤمن بود، بعد چیزی تو دلش گشت و خلاصه اونم مرتد شد. پس کی موند؟ 3 نفر موندن. همون این روایت تأییدی است بر روایت اولی. 3 نفر موندن که مقداد است و سلمان است و ابو ذر به اضافه علی. حسن و حسین چی شدن؟ اونام که زنده بودن. میگن دروغگو حافظه نداره. علمای شیعه اینطورین. متاسفانه اینو اسمشو گذاشتن چی؟ اسمشو گذاشتن دین. در کتاب جواهر الکلام در جلد 21 صفحه 347 این علی علیه السلام کان یجوز له قتل الجمیع الا خواص شیعتی، میگه در اون زمان بر علی جایز بود که همه رو بکشه مگر خواص شیعه است. حالا خواص لان الناس جمیعا قد ارتدوا بعد النبی، چون که همه مردم بعد از پیامبر مرتد شدن یوم السقیفه، در روز سقیفه، الا 4 مگر 4 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. سلمان و ابوذر و مقداد 4 نفر مسلمان موندن، بقیه همه مرتد. ثم رجع بعد ذلك اشخاص و باقون استمروا على كفرهم حتى مضت مدت ابی بکر و عمر و عثمان فاستولى الكفر عليهم اجمع، تا که دوران ابوبکر و عمر و عثمان گذشت که اینها کفر بر اینها حاکم شده بود. یعنی ابوبکر و عمر و عثمان کافر بودن، همه صحابه غیر از این 4 نفر هم در اون زمان کافر بودن. تشکر میکنم دوستان عزیز. من اگر بخوام تعصب اینجا از کتاب‌های اینها، از مصادر اصلی اینها این گونه روایات را خدمت شما نشون بدم، کتاب مثلا منهاج الصالحین طباطبایی قمی در جلد 7 صفحه 284 میگه که لا اشکال فی ان التابعین لاعداء آل محمد علیه السلام سیما المؤسسین للظلم علیهم، میگه هیچ شکی نیست در این که کسانی که متابعت میکنن از دشمنان آل محمد علیه السلام، خاصتا کسانی که این ظلم رو تأسیس کردن و غصب حقوقهم و حق اونها رو غصب کردن، ولا سیما الاول و الثانی، و بدون شک اولی و دومی یعنی ابوبکر و عمر، لا حرمت لهم عند الله، هیچ حرمتی در نزد الله ندارن، فیجوز حتکهم و ضمهم و الوقیعت فیهم، میگه که جایز است که اونها رو چیکار بکنید؟ در حق اونها لعن بکنید، نفرین بکنید، تهمت بزنید، غیبت بکنید، حتک حرمت بکنید، جایز است، هیچ مشکلی هم ندارد. تشکر میکنم دوستان عزیز.
یعنی شاید بیش از 1000 صفحه اسکن شده من از کتاب های اینها دارم که مثلا اینجا ببینید کتاب الاختصاص شیخ مفید میگه که در روز قیامت، در این روایتش در اینجا میگه در روز قیامت وقتی که صدا داده میشه عین حواری محمد ابن عبدالله رسول الله الذین لم ینقضوا العهد، کسانی که عهد شکنی نکردن و مضوا علیه و بر عهد خود استوار ماندن، فیقوم سلمان و مقداد و ابوذر. این شیخ مفید که من بهش میگم شیخ مضر، مثلا قضیه تحریف میاد، تحریف قرآن رو انکار میکنه و لعن رو انکار میکنه و اینا رو انکار میکنه که بیشتر به این چیز میکنن، روایت ها رو جوری دستکاری میکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. حالا از این روایت مثلا شما این روایت شیخ مفید رو بیاد میگه در اینجا میگه کجا لعن کرده، کجا مثلا ابوبکر عمر رو چیزی نگفته، با یک شیوه خاصی فریب میده مردم رو. این شیخ مضر، شیخ مفید نیست، شیخ مضر هست. میگه که روز قیامت وقتی فریاد داده میشه که یاران رسول الله، یاران محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا هستن بلند شن که عهد شکنی نکردن و بر عهد و پیمان خودشون استوار ماندن، فیقوم سلمان و مقداد و ابوذر، 3 نفر بلند میشن. دوستان عزیز، این توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. 23 سال پیامبر رحمت بیاد زحمت بکشه، دعوت بکنه، جهاد بکنه، غزوه بدر، احد، حنین، در راه دعوت زخمی بشه، این همه 3 سال در شعب ابی طالب در اونجا معاصره اقتصادی بشه، این همه زحمت بکشه، بعد تعداد کسانی که اومدن و ایمان آوردن بهش و بر ایمان خودشون پایدار موندن 3 نفر بودن. مثلا شما بگید خمینی این همه زحمت کشید، حالا شیعیان بگن زحمت، ما که میگیم به گند کشید، بگن زحمت کشید. فقط در ایران 3 نفر متعهد به نظامش تونست تربیت بکنه. آیا این توهین به خمینی محسوب نمیشه؟ در مورد رسول الله، من چرا در شروع برنامه گفتم که اینا هدفشون صحابه نیست، اینا هدفشون توهین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد؟ مثلا در کتاب بهار الانوار جلد 8 صفحه 368 وعلم بدان ان جمعا من علماء الامامیه حکموا به کفر اهل خلاف، میگه که جمیع علمای امامیه یعنی علمای شیعه حکم کردن به کافر بودن مخالفین شیعه. در جلد 8 صفحه 364. تشکر میکنم دوستان عزیز. یعنی کتاب های اینها پر است از توهین و اهانت به یاران و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب دوستان عزیز، من اینو همینطوری کتاب های تفسیر قمی، بهار الانوار، کتاب خصال، کتاب های مختلف اینها، چه کتاب های جدید چه کتاب های قدیم، میبینید همه اینها در باب کفر و سب و لعن صحابه است که از تفاسیر و از کتب احادیث اینها تشکر میکنم دوستان عزیز. ما اینها رو چیکار کردیم؟ اسکن کردیم و کتاب های اینها پر است از این گونه موارد. این یک روایت را خدمت شما میخونم. وقتی که این طول سگ میاد در صدا و سیما لعن میکنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو که لعنت خدا بر خودش
و بر اساتیدش و بر کسانی که این گونه نسل احمق رو تربیت کردن در ایران، از درونش نمیگه این رو. یا بگید استاد بدی داشته نیست، این دین اصلش اینطوری است. بدی در اصل این هاست، در مصادرشان است، در اصول دینشان است، در کتابهای این هاست. مثلا این لیال الاخبار در جلد 4 صفحه 92 ببینید چی میگه. اعلم ای شیعه جان، ای شیعه عزیز، بدان ان اشرف الامکنه والاوقات والحالات و انسبها للعن علیهم، بهترین زمان و بهترین مکان و بهترین حالت، بهترین زمان، بهترین مکان و بهترین حالت برای لعنت فرستادن به ابوبکر و عمر و عثمان و اینا کی کدوم وقت است؟ اذا كنت فی المبال، وقتی که در توالت هستی. مکان کجا؟ توالت. فقط عند کل واحد من تخلیه، هر بار که میخوای تخلیه بکنی، و الاستبراء، میخوای این به اصطلاح شکمتو خالی بکنی، بعد اونجا به فارغ البال، با خیال راحت، چی بگو؟ با خیال راحت در اونجا این توهین ها و این اهانت ها رو در اونجا چیکار بکن؟ انجام بده. بگو، خوب بخونید دوستان عزیز. اللهم العن عمر ثم ابابکر ثم عمر ثم عثمان ثم معاویه و عمر و ابن زیاد و عمر و ابن سعد و عمر و شمر. ببینید اینها بعد از اون عایشه و حفصه و هند و ام الحکم، اینها در کتابهاشون یاد میدن این طول سگاشون رو. اینا در کتابهاشون، در مصادرشون، در اصل مذهبشون هستیم. نیست که یکی اومده باشه در صدا و سیما یک اشتباهی کرده باشه. نه، این اصل در دین هست، در کتبشان هست، در مصادرشان هست. خب دوستان عزیز، بعضی از کلیپ ها داریم خدمت شما عزیزان پخش میکنیم. بعد از پخش این کلیپ ها انشالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس های شما بزرگواران رو خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. خب اینها شما معتقدید که شیعه سب صحابه میکنه، افترا میبنده، نمیدونم شیعه تابع عبدالله صبا هست. خب بیایید با هم بنشینیم مناظره، مردم بفهمن، روشن بشه برای مردم. خب شما دارید اون طرف میگید، ما میگیم ما دروغ میگن و هزاران دروغ شما را اینجا اثبات کردیم. هر هفتم دوستان ما ده ها دروغ و خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف کتب معوله شما را هم اثبات میکنن. خب واقعا اگر راست میگید بیایید قشنگ بنشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. ما که به قول منکر نیستیم. اگر واقعا اشکال در ماها هست خب برای ما اثبات کنید. بعد از اثباتش اگر مردم دیدن یک اشکالی برای شیعه بوده، دنبال روی عبدالله صبا بوده، خب ما قطعا در انظار عمومی این مردانگی رو داریم اعتراف کنیم. آقای قزوینی، دروغ، تلبیس و انکار حقایق از ویژگی‌های شما آخوندان رافضی است. چرا که اساس مذهبتان بر دروغ و تقیه بنا شده است. لذا هیچگاه نمیتوان سخن راست شما را از دروغ تفکیک نمود. و هر آنچه از جانب ما در مورد شیعه گفته شده همه اش مستند، مستدل و با شواهد مختلف از منابع معتبر خودتان ذکر شده است. شما ادعا می کنید که به صحابه توهین و اهانت نمی کنید. اما در روایات شیعه باور به ارتداد صحابه به حد تواتر رسیده است.
در الکافی، بهار الانوار و الاختصاص از ابو جعفر رحمه الله به دروغ روایت شده است که ایشان فرمودند جز 3 نفر که سلمان و ابوذر و مقداد هستند دیگران همه مرتد شدند. و نیز در الکافی، بهار الانوار و مستدرک الوسائل از حمران ابن اعین روایت شده است که گفت و ابو جعفر علیه السلام گفتم فدایت شوم، ما آنقدر کم هستیم که اگر بر گوسفندی گرد هم بیاییم نمیتوانیم همه آن را بخوریم. وی گفت آیا تو را از چیز عجیبتری آگاه نکنم؟ همه مهاجران و انصار رفتند و مرتد شدند و با دستش اشاره کرد که جز 3 نفر. و نیز در الکافی، بهار الانوار، رجال کشی و معجم رجال الحدیث از ابی بکر حضرمی روایت شده است که امام باقر رحمه الله فرمود همه مردم مرتد شدند جز 3 نفر، سلمان، ابوذر و مقداد. من گفتم پس عمار چه؟ گفت او نیز اندکی منحرف شد اما بار دیگر برگشت. عمار بعد از توطئه سقیفه می‌بینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که می‌فرماد ارتد الناس بعد النبی الا 3، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. سائل می‌پرسه ابن رسول پس عمار چی؟ می‌فرماد خدا رحمت کنه عمار دچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. ظاهراً امام در ادامه می‌فرماد بین اون 3 تا هم 2 نفر باز به نوعی دچار تردید شدن و 1 نفر باقی مون که مقداد بود. خب اینها شما معتقدید که شیعه سب صحابه میکنه، افترا میبنده، نمیدونم شیعه تابع عبدالله صبا هست. خب بیایید با هم بنشینیم مناظره، مردم بفهمن، روشن بشه برای مردم. و اما لعن و نفرین صحابه در دین شیعه. یوسف بهرانی در کتاب لؤلؤة البحرین در شهر زندگانی شیخ نورالدین علی ابن عبدالعالی که امروزه به محقق ثانی مشهور شده است، به نقل از نعمت الله جزایری در مقدمه کتاب الجواهر الغوالی فی شرح اوال اللآلی چنین می نویسد: او هرگاه بر مرکبش سوار می شد و یا راه می رفت آشکارا بر شیخین یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما و پیروانشان لعنت می فرستاد. و چنان که پیداست عادت به نفرین و لعن شیخین چنان بر او غلبه پیدا کرده بود که کتابی را با نام رسالة نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت تألیف کرد و بهرانی آن را جزو آثار او ذکر نموده است. توی سیرکانی در کتاب لآلی الاخبار می نویسد: بدان که بهترین مکان و زمان و حالت برای نفرین و لعن آنها زمانی است که در توالت هستی و در همه مراحل دفع و طهارت و استبرا با خیال راحت چندین بار بگو خداوندا عمر را نفرین کن، سپس ابوبکر را نفرین کن، سپس عمر و عثمان را لعن کن، آنگاه عمر و معاویه را نفرین کن، سپس عمر و یزید را لعن کن، آنگاه عمر و ابن زیاد را لعن کن، آنگاه ابن سعد و عمر را نفرین کن و سپس شمر و عمر را نفرین کن، سپس همه سپاهشان و عمر را لعن کن. پروردگارا بر عایشه، حفصه، هند و ام الحکم و همه کسانی را که از اعمالشان راضی‌اند تا روز قیامت نفرین و لعن بفرست. ای که بر عمر و دزد نالانه
حضرت معاویه لعنت الله علیه النار و الحاویه. یکی از خبیث‌ترین کسانی که در تاریخ صحابه وجود داره این مغیرة ابن شعبه است. ما تازه بیایم بشینیم از عایشه به عنوان ام المؤمنین یاد کنیم و احترام کنیم، مگه ما دیوانه ایم؟ و اما ابن سبع حقیقت انکار ناپذیر مذهب شیعه. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند الله لعنت کند عبدالله ابن سبع را. الله لعنت کند عبدالله ابن سبع را که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام ادعای ربوبیت می‌کرد و به الله سوگند که امیرالمؤمنین علیه السلام جز بنده فرمان برداری برای الله نبود. هلاکت باد بر کسی که بر ما دروغ می‌بندد. عده‌ای درباره ما چیزهایی را ادعا می‌کنند که خودمان درباره خود ادعا نکرده ایم. از آنان بیزاریم و به خدا پناه می‌جوییم. نوبختی نیز می‌گوید سبائی به امامت علی قائل بودند و اعتقاد داشتند که امامت فرض است و از سوی خدا تعیین می‌گردد. آنها پیروان عبدالله ابن سبع هستند. ابن سبع از کسانی بود که بر ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابه آشکارا طعن وارد می‌کرد و از آنان بیزاری می‌جست و مدعی بود که علی علیه السلام او را به این کار مکلف کرده است. سعد بن عبدالله اشعری قمی در آغاز سخنش از سبائیت می‌گوید سبائی‌ها پیروان عبدالله ابن سبع هستند. او عبدالله ابن وهب راسبی همدانی است. عبدالله ابن خرسی و ابن اسود که از معتمدترین یارانش بودند او را در این کار یاری کردند. وی اولین کسی بود که بر ابوبکر و عمر و عثمان آشکارا طعن وارد کرد و از آنان اعلان بیزاری نمود. توهین به یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه با مدح آیات اعظام. با وجود این که این کلیپ از توضیح و شرح مستغنی است، اما برای شفافیت بیشتر لازم می‌دانیم چند مورد را یادآور شویم. چگونه لعن و توهین علنی به 3 خلیفه اول بیش از 1.5 میلیارد مسلمان جهان در کشوری صورت می‌گیرد که منادی وحدت اسلامی است. مدح و ثنای خامنه‌ای و خمینی پس از لعن بزرگان اسلام بر چه چیزی دلالت دارد؟ آیا به سر و صورت کوبیدن را هیچ انسان سالمی تایید می کند، چه برسد به شرع مقدس اسلام که نشأت گرفته از وحی الهی است؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. الله از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودستش جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است رستگاری بزرگ. برای بینندگان عزیز و گرامی، سلامی مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان. با ادامه برنامه در خدمتون هستیم و این یک ساعت رو اختصاص میدیم به تماس‌های شما عزیزان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. طویله امام زمان باز درش باز شده. یک عدد درازگوش از طویله ولایت فقیه تشریف دارن، داره داد میزنه. ببینید که وقتی که حقیقت اینا رو که آشکار بکنی بعد اینطوری داد و بیداد را بیندازن. داره داد میزنه برای خودش. دوستان عزیز، این اخلاق یک رافضی رو اخلاق یک رافضی رو ببینید. اخلاق یک رافضی رو ببینید دوستان عزیز. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری سلام دارید؟ بله صدا شما هست، بفرمایید. آقای انصاری من یک کشاورز هستم و شیعه هم هستم، توجه دارید؟ بله. فقط من تنها اگه بتونید قانع بکنی که تو رو هر چیزی غلطه که داری میکنید درسته، ما دیگه ساکت میشیم. همه این چی توهینی که به تمام رهبران دینی شیعه میکنی خودت پسترین کس هستی. اگه نبودی توهین نمیکردی. خب آقای کشاورز، شما یک نمونه توهین مثلا به بزرگان شیعه رو در یکیشو بگید. خب بابا جان، کسی که میاد مثلا به جد امام جعفر صادق توهین میکنه بهش تورستک گفتن توهین است. یک نمونه توهین اهل سنت. بسم الله یکیشو میگن ابوبکر خطا کرد، عمر اون چیزی که حضرت محمد گفته بود گفت، من اون چیزی که محمد گفته قبول ندارم. الان شما هم دارید دروغ میگید. شما میگید که شما توهین کردید. آقای محترم شما میگید ما توهین کردیم به بزرگان شما. یک نمونه خب یک نمونه توهین کسی که توهین میکنه اول خودش این چیزا گرفتاره. تو چیز اگر حرف خوبی داری مثبتی داری آقای محترم، ولی اگر نداری چرا توهین میکنی؟ آقای محترم ببینید برادر عزیز، دوست عزیز، بیننده گرامی، یک لحظه گوش کنید حرف من رو. یک لحظه گوش کنید برادر عزیز گوش کنید یک لحظه. یک نمونه از توهین‌های اهل سنت به بزرگان شیعه، یک نمونه شو بگید. مثلا به امامان اهل بیت یک نمونه از توهین. خود شما میکنی. من در کجا توهین کردم به بزرگان شیعه؟ به امامان شیعه مثلا در کجا توهین کردم؟ نگفتن که عمر توهین کرده به شیعه، نگفتن که عمر به حضرت علی توهین کرده، نگفتن که ابوبکر. من میگم خود شما دارید توهین میکنید. من به کدام یک از امامان شیعه توهین کردم؟ من به کدام یک از امامان شیعه توهین کردم؟
من به کدام یک از امامان شیعه توهین کردم؟ اقوام بودن با هم زن گرفتن، زن دادن به هم، صوته بودن، تمامشون پیرو حضرت محمد بودن، حضرت محمد هم دستور خداوند اجرا میکرد. شما خب این حرف ماست برادر عزیز. ما داریم اینو میگیم که عزیز شیعه، دوست عزیز ما داریم این رو میگیم که دوستان عزیز شیعه شما به صحابه پیامبر توهین نکنید. این حرف ما هست. نه شما این جمله رو نمیگیری. شما یه کارخری از فلانجا در اومد، یه کارخری برگشت، از این کارخری که شما میگی خود شخصیت پایین میاد. بابا دوست عزیز، یک نفری وقتی که میاد به یار رسول الله صلی الله علیه و سلم، من عالم هستم، من دانا هستم، من استاد هستم. شما استادی، من شما آقای محترم برادر عزیز شما حرفای این طرف رو که داشت سر صدا میکرد شنیدید چی میگفت؟ داشت فوش ناموسی میداد. الان یک انسان آقای محترم آقای محترم من یک چیزی به شما بگم، آقای محترم الان شما ببینید برادر عزیز گوش کنید. شما الان از یک خانواده محترم، یک انسان با ادب با اخلاق زنگ زدید، دارید اعتراض میکنید، درست؟ الان یک کسی بیاد زنگ بزنه به شما فوش ناموسی بده، توهین به خواهرتون به مادرتون فوش ناموسی بده، شما بهش چی میگید؟ میگید دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. عزیز من شما که استاد هستی پشت منبر نشسته امکان داره سعیم بهت بزنه گذشته. بابا جان خداوند در قرآن کریم میگه که مثلهم کمثل الکلب، اینها مانند سگها هستند. مثلهم کمثل الحمار، اینها مانند الاغ هستند. ببینید کیا رو گفته؟ خب دیگه همینایی که حرف حق رو نمیپذیرن، همینایی که توهین میکنن. او که توهین به ابوبکر میکنه، او که توهین به شما میکنه، او که توهین به من میکنه، خودش شامل همین چیزایی که خودش داره میگه اول شامل خودش میشه. خب پس من گناهی مرتکب نشدم وقتی که طرف فوش ناموسی میده، به اصحاب پیامبر لعن میکنه، توهین میکنه، من بهش بگم طول سگ. خب شما حرف یه نفر نباید بکنی علم که تمام شیعه را مورد نظر. آقای محترم خمینی یک لحظه گوش کنید. الان من یک کتابی رو خدمت شما نشون میدم، اسمش از کتاب الطهاره. صفحه تلویزیون نگاه بکنید، نویسندش هم کیه؟ حضرت فقیه المحقق آیت الله العظمی الامام الخمینی، درست؟ دیگه از این بالاتر نیست تو ایران. یک لحظه گوش کن برادر عزیز، گوش کنید. در صفحه 457ش میگه که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و اینها مانند خبیثتر از سگها و خوکها هستند. بله آقای انصاری درست میگه؟ شما عرض کردم که شما اجازه بده من عرض کردم که لحظه اول قبل از شما بفرمایید من گفتم قبول ندارم این چیزا. قبل از شما چی رو قبول دارید پس شما چی رو قبول دارید؟ الان خمینی کار خوبی کرده؟ آقای محترم الان خمینی کار خوبی کرده که به همسر پیامبر گفته که از سگ و خوک هم نجستر است؟ نه خود خداوند هم میفرماید هیچ کس توهین نکنید. بله خود خداوند هم میگه که اینها بعضی از انسانها مانند سگ هستند، بعضی از انسانها مانند الاغ هستند. عزیز من میگم جمله‌ای که من الان شما فرمودید، من میگم الان قبل از اینکه شما بفرمایید. باشه تشکر میکنم. من بعد از این نصیحت شما رو گوش خواهم کرد ان شاء الله. تشکر میکنم از شما. دوستان عزیز یعنی منصف باشید. طرف میاد بدترین توهین ها و اهانت ها رو میکنه، بعد شما میگید که آقا شما توهین نکن. یعنی کجاش توهین بود به نظر من؟ بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد اولا خواهشاً به این رافضی برادر نگید. ثانیاً من با یکیشون همین 5 دقیقه قبل نظام کلپ شما رو میدیدم بحث داشتم، بهش گفتم صیغه زاده، میگه به من توهین کردی. گفتم بیا کسانی که صیغه رو حلال گفتن تکفیر کن، تو مرد هستی.
نه والا این میگه محتوا میفهمی چیه. خب بلش کن اینا دیگه از همون اساسش خراب شدن استاد. الله المستعان. و به اینا برادر نگیر استاد بزرگوار، به اینا برادر نگیر. با من 4 منبع دارم استاد بزرگوار. اول نمیخوام زیاد مزاحم بشم، اینا رو بررسی کن خیر سرتون، من از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید. ان شاء الله صاحب جمعه دوباره موضوعاتی هست در موردش صحبت می‌کنیم. کتاب المحلا از ابن حزم استاد. بله. جلد 11 صفحه 235. اینجا یک قولی از امام اعظم میاره که امام اعظم گفته باشه که چی ازدواج با محارم حلاله و بچه‌ای که از اینا به دنیا میاد نمیدونم چی میشه. این یک بررسی میکنه، من باید اینا رو ریکارد کنم استاد و بچه‌ها بفرستم، اینا رو دوستا با هم شریک کردم. 100 بار به شما گفتیم خارج از موضوع برنامه سوال نکنید. الان این یکی میگه یک شبهه است، یعنی الان بررسی این کلا مسیر برنامه رو عوض میکنه. باش در مورد این قزوینی ندار کرده استاد. ما اینو جواب دادیم. شما با اون دوستتون قاری صاحب برنامه ما رو نمیبینید، شبهاتی رو که ما پاسخ دادیم دوباره از ما میپرسید. والا استاد من که همین 5-6 ماهی هست که با شما هستم، همش هیچ لایو از دست نمیدم دیگه. نمیدونم شاید قبل این گفته باشید. در این مورد صحبت میکنیم. خب میفرمایید استاد یا من شبهه دومی رو روایت کنم بگم؟ اگر که خارج از موضوع برنامه است همین یکی کافی است. والا استاد کتاب‌های اهل سنت هست، یه چیزایی هست که در مورد همین رافضیان نزدیک برای بچه‌ها فرستادن، بچه‌ها به من فرستادن. ببینید همین حرفی رو که به ابن حزم نسبت میدن، میتونید همین رو پیدا بکنید، نص عربیشو بخونید برای من؟ نص عربیشو اتفاقا بتونم، شاید تو اینستاگرام باشه استاد. بیارید بخونید یا برای من بفرستید، در واتساپ بفرستید. باشه حتما اینو در واتساپ بس میفرستم. اون والا استاد واتساپ من کتابی هم نیاز داشتم، اونم تا الان نفرستادین برای من، گفتین میفرستم ولی نفرستادین. نوبت دیگه به نوبت، یعنی هزارها پیام هست دیگه، شما به نوبت وایسید تا که نوبتتون بشه. من نمیدونم جناب استاد پیامات دیده شده ولی جوابشو نگرفتم. اتفاقا یکی از دوستان میخواست که از طریق گوشی من با شما صحبت کنه، گفتم شب جمعه بیاید چون اون موقع بهتره و الان من این شبهات رو حل میکنم دیگه. چیکار کنم جناب استاد؟ هرچی شما دستور بدید بنده در خدمت. باشه ان شاء الله در این مورد صحبت میکنیم ان شاء الله. موضوعات بعدی رو پس بذاریم برای بعد استاد. ان شاء الله. ان شاء الله. زنده باشید. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبید استاد انصاری عزیز؟ سلامت باشید، زنده باشید. خسته نباشید. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده. آمین. سلامت باشید، زنده باشید. میخوام در مورد توهین اون رافضی یا اون شیعه 12 خدایی که به امام عواد رضی الله عنه کردن سخن بگویم ان شاء الله. بفرمایید. شما به درستی فرمودید که واقعا اساس دین ساختگی شیعه بر لعن و توهین بر بزرگان مسلمانان است، یعنی که اینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هدف قرار دادن و خیلی وقتا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نیست. هدفشون توهین و جسارت به دین خدا بدون الله سبحانه و تعالی یعنی اسلام. درست. یعنی واقعا اینا دشمن الله سبحانه و تعالی هستند و حتی دشمنی میکنن با انسان ها، حالا خصوص انسان هایی که موحد هستند، الله پرست هستند و یکتاپرست و مسلمان و تسلیم در برابر امر الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی انسان ها رو تنها برای عبادت خودش خلق کرده، انس و جن، و عبادت همین شریعتی است که الله سبحانه و تعالی برای ما انسان ها فرستاده به واسطه پیامبران علیه السلام. درست. ببینید من قشنگ میفهمم، من که علمی ندارم نسبت به اسلام ولی خب الحمدلله مسلمان هستم، ولی میفهمم که همونطور که شما فرمودید این کار عمدی صورت میگیره و کسی که در صدا و سیمای این جنایتکاران بر منبر این جنایتکاران اینطور آشکارا توهین میکنه، خب از قبل برنامه‌ریزی شده است و دستورش اومده. از طرف کی؟ میخوان نبض اهل سنت رو ببینن، یعنی گاهی در هر چند سال یک بار میان یک چیزی رو پخش میکنن تا ببینن که اهل سنت چه عکس العملی نشون میدن. بله اینم درسته. خلاصه اینم عرض میکنم خدمتتون. از طرف رئیس این مرکز فساد، بله، که اون زمان خمینی مرحوم که اومد گفت شاه
که رفت تو این شام بالاخره دشمن ما مسلمانان بود به یک صورت و دشمن کسانی که مثلا مثل ما کور زبان بودن. درست. خلاصه بگذره چون که اون شیعه بود، ولی این علی خامنه‌ای که امروز این صدا سیما در دست داره با تایید اون میان اینطور توهین میکنه و نظر شما کاملا درسته. میان تا ببینن واقعا من مسلمان عکس العملم چیه. یعنی واقعا بر من واجبه که عکس العملی درست یعنی حسابی نشان بدم. چطور؟ با عقل. اگر با دست نمیتوانم با زبان اعتراض خودم رو انجام بدم. ولی متاسفانه یک چیز در اینجا ناراحت کننده است استاد انصاری عزیز. کسانی که گماشته شدن از طرف این شیعیان جنایتکار، از طرف این رژیم خبیث، اینایی که گماشته شدن میان به اسم مسلمان به جای اینکه دل من مسلمان رو تسلیم بدن میگن ما متشکریم، دست صدا سیما درد نکنه که این اشخاص رو بالاخره تنبیه کرده بودیم. خود صدا سیما مرکز فساد است، شما از این تشکر میکنی یا شما چطور بگم پارچه خاری بکنی. شما میای مواجبی که از این جنایتکاران میگیری و برای خودت ثبات میری، یعنی برای خودت تضمین میکنی. این چه اسلامیه که شما دارید؟ شما ادعا میکنی که مسلمان هستی، ادعا داری مثلا میکنی ختم امام بخاری میذاری، ادعا میکنی مدرسه امام بخاری داری، ادعا میکنی امام مسجد هستی، شما پیشوای مسلمانان هستی. اینطور واقعا دل مسلمانان رو از خود راضی نگه میداری. ولی متاسفانه هیچ طوری از در این عصر زمان این انسان هایی که واقعا منحرف شدن و اسم مسلمان دارن میخوان که دل ولی امرشون رو نگه دارن تا اینکه دل مسلمانان رو. و این واقعا یک تأسف بزرگ در کشور ایران که خیلی از متاسفانه کسانی که امروز میگن مسلمان هستن و خود رو مثل ما میخونن ولی در اصل دوست و برادرشون همین شیعیان جنایتکاری هستن که به اصل و اساس ما مسلمانان توهین و فحاشی میکنن. و شما درست اشاره کردید که واقعا لعن و نفرین این جنایتکاران به خودشون برمیگرده، زیرا که لعن فرستادن ما مسلمانان لعن و نفرین نمیفرستیم، ولی این جنایتکاران اینایی که واقعا نمیدونم در چه مکانی بزرگ شدن و با چه تفکری بزرگ شدن میان اینطور ما مسلمانان رو آزاده میکنن. الله سبحانه تعالی دل ما مسلمانان رو شاد بکنه با این به وسیله این که این جنایتکاران رو در این کشور علل خصوص کشور ایران ذلیل و رسوا بکنه و ما ذلت و رسوایی این جنایتکاران رو ببینیم. آمین. آمین. من بیشتر از این فرصت نمیگیرم، وقتتون رو نمیگیرم. ممنون از فرصت که به من سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید برادر. الله متعال علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمید. سلام ادب دارم خدمت شما جناب استاد انصاری و همه بینندگان محترم و این کسانی که در صدا و سیما توهین کردن به خلیفه اول مسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و او برادر من گفت که صدا و سیما طویله ای است که هر اولاغ را اونجا را میدن به راستی که حرف درستی زدن که واقعا که صدا و سیما متاسفانه تماس های مستقیم گاهی اوقات مشکل ایجاد میشه. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری چیکار شما؟ الحمدلله زنده باشید. الله مهربان از شما راضی باشد. این شب باور کنید خیلی قیافه آخونده های رافضی رو برهم زدید. الله متعال احسان کنید. در تمام از تمام کتاب هایشان شما دلیل آوردید که همه اینها عالمانشان با ما اهل سنت و با اصحابه ها تهمت میزنن، نفرین میکنن و حتی در همون کدام کتابش باز خواندید شما که آنهایی که عمر و ابوبکر را دوست می‌دارند کافرند. بله. چون که من کافر با عقیده آنها. درست. این واقعیت است برادر عزیز. این واقعیتی است که متاسفانه خیلی از علمای اهل سنت از اون غافل هستند. با دلیل قرآن، با دلیل آیت قرآن منم این
مشرکان را لعنت میکنم. لعنت خدا و تمام مردم عالم بر این کثیف های آخونده های رافضی بود که هر روز در تمام کتاب هایشون اینها ما رو لعن و نفرین میکنن. آقا اینا شغال صفت و روباه صفت ها با میگن ما چی نکردیم، ما تهمت نزدیم، ما چی نکردیم. برای همین سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالبستان کند. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. حال شما خوبه؟ الحمدلله. سلامت باشید، زنده باشید. ببین من احتراز از شیعیان نمی کنم، من احتراز از درویشان و شیخها و اون خلیفه ها می کنم که با اینها همکارم. سلام و سلام. خداحافظ. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. دوستان عزیز، لحظاتی دوستان پشت خط بمونن. من این عزیزی که یک سوالی کردن، گفتن که مثلا یک شیعی آمده گفته که ابن حزم در محلا گفته که در مذهب حنفی ازدواج با خواهر و مادر و اینها جایز است. طلاب علم مانند این برادر، یعنی طالبان علم، منظورت طالبان افغانستان نیست، کسانی که طالب علم هستند، محصل علوم شرعی هستند، از علم باخبر هستند. امروز دنیا خیلی پیشرفت کرده. از تکنولوژی برای دعوت استفاده کنید، از تکنولوژی برای بیداری امت استفاده کنید، از تکنولوژی برای علم استفاده بکنید. من یک برنامه رو امشب میخوام معرفی بکنم، جاش اینجا هست، که ما داریم المکتبه شامله. مکتبه شامله یک برنامه ای است که دوستان عزیز اگر این صفحه رو اینجا نشون بدن، المکتبه الشامله نوشتم، این اولین گزینه آمد، المکتبه الشامله. این صفحه رو دوستان نشون بدن، این مکتبه شامله است. شما میتونید اینجا تنزیل المکتبه، در اینجا برید این مکتبه رو تنزیل بکنید. این صفحه میاد در اینجا، آخرین آپدیتش هم در ماه سفر گذشته بوده. 12 گیگابایت است. 12 گیگابایت است، یعنی هزاران کتاب در این کتابخانه موجود است. من روش کار با این رو خیلی مختصر و سریع برای شما در اینجا نشون بدم. دوستان این صفحه رو داشته باشن، نشون بدن به بینندگان عزیز. ببینید وقتی که شما این مکتبه شامله رو که دانلود کردید، این رو نصب میکنید، رو کامپیوترتون نصب میکنید. بعد از اون مثلا یک شیعه میاد میگه که محلای ابن حزم گفته که ابو حنیفه میگه ازدواج با خواهر و مادر و با اینها جایز است. اوکی. بعضی که نصب کردید، اینجا این علامت ضربین رو میبینید، جستجو است. جستجو در کجا؟ در کتب، در تصنیف، در مؤلفون. یعنی ما میریم در کتب، اینجا مینویسیم چی؟ المحلا. المحلا نوشتیم، اولین کتاب محلای ابن حزم آمد. روش که همین موس رو که ببرید میاد ابن حزم فقه، نویسندش ابن حزم اندلسی ظاهری. بعد از اون همون کلمه که بگید که بخون، همون حدیثی که روایتی که میگی بخون. بعد میگه که مثلا لا یوجد علیه لا حد علیه فی ذلک کله، مثلا این جزئی از اون روایت است. من چون اینو به خاطر این میگم دوستان عزیز، من در چندین برنامه این شبهه رو جواب دادم. از 15 سال به این طرف است که بارها در برنامه زنده این شبهه رو جواب دادم. بعد از اون یک قسمتی از اون روایت رو که میگه در کتاب ابن حزم هست مینویسید در اینجا. بعد از اون اینجا سرچ رو میزنید. ببینید در نیم ثانیه برای شما آورد که این در کجا گفته این حرف رو. ابن حزم در این کتابش
در جلد 12 صفحه 200. بله، میگه اگر یک نفری چه دانسته چه ندانسته مثلا بیاد چی بکنه؟ ازدواج بکنه با خواهرش، با مادرش. بعضی مردمایی که خبر ندارن از دین، تو جنگل‌های مثلا آفریقا زندگی میکنن، یا هر یه اتفاقی بیفته، همچین یک اتفاقی بیفته. اینا نظریات فقهی است و بیشتر این نظریات در مذهب حنفی است، چون مذهب حنفی به یک سرزمین‌های بزرگی از امت اسلامی صدها سال حکومت کردن. هند، پاکستان، افغانستان، سلطنت عثمانی، مثلا امپراتوری عثمانی کلا مذهبشون حنفی بوده. و دارالافتاء داشتن، علما داشتن، مدارس داشتن. به خاطر که کار مردم آسان بشه اینا می اومدن اگر همچین اتفاقی بیفته چیکار باید کرد، اگر همچین اتفاقی بیفته چیکار. بعضیاش خیلی خنده‌دار و مسخره هم هست، اما این فقه است. این یک فقه پویایی از فقه حنفی که نسبت به بقیه فقها مذهب امام ابو حنیفه از نگاه فقه خیلی پیشرفته تر، خیلی وسیع تر، خیلی تألیفات خیلی یعنی شما تصور بکنید هیچ مذهبی از مذاهب اربعه به اندازه مذهب حنفی در باب فقه وسعت دید نداره. آمدن نظریات، مثلا به طور مثال یک نظریاتی که واقعا برای بعضیا خنده‌دار است اما متاسفانه وجود داره یا خوشبختانه وجود داره. یک نظریه است، میگه آقا یکی در منزل طبقه مثلا 4 زندگی میکنه، در طبقه 2 زندگی میکنه، در طبقه پایین عمش زندگی میکنه، زلزله شد، این از طبقه بالا مثلا برادرزاده این افتاد و رو عمش افتاد، نخواسته مثلا دخول صورت گرفت. حالا حکم این چی است؟ شما تصور بکنید این یک نظریه است. زلزله بشه، طرف از طبقه 2 بیفته، رو عمش بیفته، بعد دخول صورت بگیره، آیا این زنا محسوب میشه؟ حکم این چی است؟ چی کار باید کرد؟ نشستن در این باب 10 صفحه نوشتن. با بیکار بودن. من گاهی اوقات میگم علمای احناف بیکار بودن در هند، در اوکو سلطنت بود، آرامش بود، جنگ نبود، در ناز و نعمت زندگی میکردن دیگه. نوشتن، فکر کردن این چیزا رو نوشتن. آقا حکم این چی است؟ اینم یک نظر است، یک نظر است که اگر همچین اتفاقی بیفته حکمش چی است. میایم متن رو با هم میخونیم. بعد از اینکه نظر علما رو همه رو میاره در مورد اینکه کسی اگر که همین کار رو بکنه، با خواهرش و مادرش و خالش و عمش و محارمش ازدواج بکنه، همه علما به این عقیده هستن که این کار زنا محسوب میشه. میگن و علیه حد الزنا کاملا ولا یلحق الولد فی العقد. این فرزندی که به دنیا میاد به او فرزند او محسوب نمیشه و حد زنا بر او کاملا اجرا میشه. و حسن و مالک و شافعی و ابی ثور و ابو یوسف و محمد ابن حسن و صاحب، همه اینها به این عقیده هستن که چی است؟ این زنا محسوب میشه و حکم بر این است که باید چیکار بشه؟ حکم زنا بر او جاری بشه. اما وقال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک. خبیث های، نجس های، حالا بعد میگن توهین نکن. شیعه چه کار میکنن؟ نفاق و دروغگویی که خصلت این است. یعنی جوانهای اهل سنت باید بشناسن اینا رو. بابا جان هرچی اگر یک رافضی اومد بهتون گفت که در این لیوان شیر است و این شیر رنگش سفید است و شما یقین دارید که رنگ شیر سفید است، حرفشو باور نکنید، برید ببینید، چون امکان داره که دروغ بگه. چون دروغ گفتن در مذهب رافضیگری جز فضایل اعمال است و من در برنامه گذشته براتون نشون دادم. دروغ گفتن، بهتان بستن به مخالفین جز فضایل اعمال است. تبلیغی کتاب دارم برنامه فضایل اعمال. فضایل اعمال شیعه چی است؟ که به دروغ ببند، تهمت بزن، لعن بکن، نفرین بکن. این فضایل اعمال است. الان نشونم میدم خدمت شما این رو. تا همین قسمتش رو میان میگیرن، فقط بعد از اینش رو نمیخونن. میگن که وقال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک. ابو حنیفه میگه که بر این انسان حد جاری نمیشه، یعنی حد زنا جاری نمیشه. حد زنا چی است؟ یا ضربه شلاق است یا سنگسار است. درست؟ ازدواج کرده باشه، اگر متزوج باشه، همسر داشته باشه، سنگسار است. اگر همسر نداشته باشه چی است؟ شلاق است. خب بقیه‌شو نمیخونن. بقیه‌شو توی طالب علم سنی باید بری از کتب اهل سنت. حالا این کتاب محلا ابن حزم که در کل افغانستان شاید غیر از
علمای بزرگ، کتابخانه و مدرسه‌های بزرگ جای دیگه پیدا نمیشه، چون فقه حنبلی است، فقه ظاهری است، یعنی اصلا نیازی نیست که در اونجا باشه. اما امروز مکتبه شامله رو برای شما زحمت کشیدن. من مکتبه شامله رو مؤسسین رو درست کرده دوستانمون هستن، یعنی شما میدونید که هزاران نفر از طلاب علم زحمت کشیدن این رو، صدها هزار جلد کتاب رو در اینجا جمع کردن. یک سرچ بزنی همه رو برای تو میاره. پس زحمت بکشید، یعنی غذای لقمه آماده رو دنبالش نباشید کسی آماده بجوه دهن شما بده که شما بخورید. تا اینجا رو این رافضی خبیث میه به شما میگه، شما باور میکنی، میگه بله امام ابو حنیفه همچین حرفی زده. در ادامه چی میگه؟ ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته، و حد جاری نمیشه بر کسی که با مادرش که او را به دنیا آورده ازدواج بکنه، و ابنته و با دخترش و اخته با خواهرش و جدته با مادر بزرگش و عمته با عمش و خالته با خالش و بنت اخیه و بنت اختی خواهرزادش برادرزادش عالما به قرابت منه، اگر که بفهمه که واقعا اینها از محارمش هستن، عالما به تحریمهن علیه، و بفهمه که اینها حرام است بر او، در همه حالتها رو ذکر میکنه. و واتعهن کلهن فالولد لاحق به، میگه که اگر که این کارو بکنه بفهمه، حرمتش هم بفهمه، فرزند به او تعلق میگیره، فرزند فرزندش هست. نظر فقهی امام ابو حنیفه هست درباره یک مسئله‌ای که امکان داره به وقوع بپیونده. والمهر، میریم به صفحه بعد که در صفحه بعد چی میگه؟ واجب علی، مهرش هم بر او واجب است. وليس علیه الا التعذیر دون 40 فقط، و بر او چیزی نیست غیر از تعذیر. تعذیر میدونید در اصطلاح فقه چی است؟ یکی حکم است، حکمی که در قرآن و سنت آمده. گاهی انسان مرتکب یک جنایتی میشه که خیلی جنایت بزرگی است، حکمی هم در قرآن و سنت نیامده. به طور مثال در قرآن و سنت مثلا هیچ جای حکمی نیامده در مورد اینکه یک نفر کسی رو مثلا با بمب دستی یا با نارنجک منفجر بکنه. در قرآن و سنت در وقت نارنجک نبوده، بمب دستی نبوده. در اینجا قاضی شرع، قاضی حکومت اسلامی حق داره که حکم تعزیر رو بر این شخص جاری بکنه. یعنی چی؟ گردنش رو زدن، شلاق زدن، حبس کردن، اینا همه احکام شرعی است. اما مثلا منفجر کردن با بمب، با نارنجک، این نه در قرآن اومده نه در سنت اومده، چون در اون زمان اصلا بمب دستی یا نارنجک نبوده. پس اگر یک قاضی حکم صادر میکنه که به خاطر که این اون طرف رو با بمب منفجر کرده خودش رو با بمب منفجر بکنید، به این میگن تعزیر. یعنی حکمی که در قرآن و سنت نیامده باشه، یا حکمی رو که قاضی بر اساس حالت ویژه‌ای که رخ داده باشه تصمیم میگیره که باید چیکار بکنه، در اون صورت چی میشه؟ یک حکمی رو صادر میکنه که مناسب باشه با حالت جنایتی که رخ داده. در اینجا امام ابو حنیفه میگه تعزیر میشه، یعنی قاضی حق داره که سخت‌ترین جزا رو یا هر جزایی رو که خودش به اصطلاح چیز میبینه، شایسته میبینه، در حق شخصی که مرتکب ازدواج با محارمش شده در نظر بگیره. و همین حرف رو سفیان ثوری هم گفته و مفصل در این مورد اومده. بعد این رو بررسی کرده، حکمش رو گفته. بعد از اون این مسئله فقهی است. بعد از اون در آخرش میگه همه اینها علما به این عقیده هستن که و اما کل عقد او وطء لم یأمر الله تعالی به، هر ازدواجی، هر امری که الله تعالی به اون امر نکرده باشه، ولا اباحت بها نهی عنه، و یا حلال نشده باشه یا نهی شده باشه، فهو الباطل والحرام والمعصیه والضلال، باطل است، حرام است، معصیت است و گمراهی است. الان این حکم کجا؟ با اون تهمتی که اون رافضی میزنه کجا؟ پس دوستان عزیز از کتابخانه شامل استفاده بکنید. هر شبهه‌ای رو که یک رافضی میگه در اینجا ببینید، میتونید که مثلا اینجا هر چیز رو انتخاب بکنید. مثلا همه کتب رو ببینید، اختیار الکتب و همه کتاب ها رو میتونید انتخاب بکنید. الغاء الکتب المحدده میتونید. یعنی یک کتابخانه ای هست که واقعا شما رو از بحث و جستجو در کتابخانه های ورقی اینو بی‌نیاز میکنه.
فقط کافی است یک کلمه رو بنویسید، در هر کتابی که وجود داشته باشه برای شما سریعا میاره و میتونید که خیلی راحت، مثلا الان ما در بخش فقه مثلا میریم فقه حنفی، ببینید در فقه حنفی بیش از 85 کتاب هست. یک کلمه اینجا می نویسیم، مثلا می نویسیم وضو، سرچش میکنیم، ببینید سریع در کمتر از یک ثانیه چقدر برای شما اینجا آورد. همه این مسائل رو میتونید تک تک اینجا بررسی بکنید. پس دوستان برن از این کتابخانه استفاده بکنن و دنبال شبهاتی که روافض مطرح میکنن نگردن. به پایان برنامه رسیدیم، چون میدونید برنامه آنوسه که وقتش محدد است. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم. انشاءالله روز جمعه هم در مورد همین موضوع صحبت خواهیم کرد، توهین و اهانت‌های روافض به خلفای راشدین و به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزانی که امشب نتونستن تماس بگیرن در روز جمعه میتونن در برنامه زنده که 1 ساعت زودتر از برنامه آنوسی که شروع میشه و میتونید از طریق صفحه یوتیوب شبکه ندای حق ببینید. در اون برنامه انشاءالله شما عزیزان میتوانید نظراتتون رو و شبهاتتون رو یا سخنی دارید در رابطه با این موضوع بیان بکنید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر هم شما رو به الله متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان